قضیه از این قراره که خانواده‌های سلطنتی به خصوص در اروپا، چون که بیرون از قصر نمیرفتن و کار نمیکردن و در معرض آفتاب نبودن، پوست بسیار رنگ پریده ای داشتن. ضمن اینکه در اون دوران سفید بودن خیلی شدید یه جور ارزش بوده، در حدی که وقتی میخواستن آرایش بکنن پوستشون رو با یه مدل، مثلا بگیم کرم پودری که رنگش کاملا سفیده، مثل سفید پانتومیمی اون مدلی، آرایش میکردن و این یه جور ارزش حساب میشده و انقدر اینا رنگ پریده بودن که رگهای آبی رنگ از زیر پوستشون معلوم بوده. به همین خاطر مردم بر این باور بودن که اینا خون آبی رنگ در رگهاشون جریان داره و به همین خاطره که به سلطنت رسیدن. با یه همچین پیشینه تاریخی و در معنای لیترالش، در گذر زمان کلمه بلو بلاد تبدیل شد به یک اصطلاح که دلالت میکنه بر طبقات خیلی بالای